خوش آمدید به پادکست بیایید در مورد آن صحبت کنیم که توسط لاها یک پلتفرم آنلاین ارائه شده است. جایی که دختران نوجوان و زنان می توانند اطلاعات مربوط به سلامت، ایمنی و رفاه خود را به دست آورند. محتوای ما بر اساس دانش علمی بوده و تنها برای اهداف آموزشی است. این پلتفرم برای جایگزینی مشاوره یا درمان حرفه‌ای طراحی نشده است. اسم من معنا است و من اینجا هستم تا به سوالات رایج در مورد بارداری پاسخ دهم و به شما کمک کنم تا برای آن بهتر آماده شوید. چطور و چه زمانی می توانم بفهمم که باردار هستم؟ برای بسیاری ها اولین نشانه بارداری از دست دادن عادت ماهوار است. سایر علائم اولیه بارداری شامل احساس خستگی، احساس نفخ، ادرار بیش از حد معمول، تغییر خلق و خوی، حالت تهوع و سینه‌های حساس و متورم است. همه این علائم را ندارند، اما آنها نسبتاً رایج هستند. تنها راه برای اطمینان از اینکه آیا باردار هستید، انجام آزمایش بارداری است. در بسیاری از موارد می توانید از داروخانه یک آزمایش بارداری خریداری کنید و آزمایش را به صورت خصوصی در خانه انجام دهید. همچنین می توانید به مرکز صحی یا دفتر دکتر خود مراجعه کنید تا آزمایش را انجام دهید. بارداری تا چه مدت طول می کشد؟ بارداری حدود 40 هفته طول می کشد. مراحل بارداری به 3 دوره 3 ماهه تقسیم می شوند. هر 3 ماه کمی بیشتر از 13 هفته است. شما در هر دوره 3 ماهه تغییرات زیادی را تجربه خواهید کرد. بعضی از زنان در مراحل مختلف احساس ناراحتی می کنند. بعضی دیگر اصلاً احساس ناراحتی نمی کنند. در این مدت نوزاد و رحم شما رشد می کنند. سقط جنین چقدر رایج است؟ اکثر سقط جنین ها در 3 ماه اول اتفاق می افتد. سقط جنین زمانی است که جنین قبل از هفته 20 بارداری می میرد. سقط جنین به دلایل بسیاری اتفاق می افتد. از جمله عوامل خطرهای خاص. اما همچنین می تواند به دلیل شرایط صحی در نوزاد یا مادر باشد. مهم نیست که دلیل آن چیست. یک زن نباید برای سقط جنین خود را مقصر بداند یا مقصر شناخته شود. علائم رایج سقط جنین عبارتند از خونریزی محبل یا لکه‌بینی، درد شدید شکم و گرفتگی شدید. گاهی اوقات سقط جنین علائم فیزیکی کمتری دارد و شما تا زمانی که دکتر بررسی نکند نمی‌فهمید. اگرچه سقط جنین نسبتاً رایج است، می‌تواند از نظر عاطفی دشوار باشد. تجربه از دست دادن یک کودک ممکن است در سراسر جهان متفاوت باشد، اما ننگ، شرم و احساس گناه رایج است. مدت زمانی که بعد از سقط جنین به طور عاطفی و جسمی بهبود می‌یابید، برای هر کس متفاوت است. وقت کافی برای غم و غصه خود بگذارید. پیدا کردن کسی که به او اعتماد دارید تا با او درباره تجربه و احساس خود صحبت کنید می‌تواند مفید باشد. اگر زنی یا دخترانی را می‌شناسید که سقط جنین داشته است، می‌تواند سخت باشد که بدانید چه چیزی به او بگویید. همدلی و گوش دادن می‌تواند آنها را حمایت کرده و فضای کافی برای صحبت کردن در مورد احساساتشان را فراهم کند. در دوران بارداری به چه مراقبت‌هایی نیاز دارید؟ مراقبت‌های قبل از زایمان مهم است و اگر ممکن است شامل بررسی‌های منظم توسط یک دکتر، پرستار یا ماما در طول بارداری شما باشد. شما می توانید به محض اینکه فهمیدید که حامله هستید، شروع به مراقبت‌های قبل از زایمان کنید. تعداد دفعات بررسی‌ها با توجه به زمینه و دسترسی به خدمات صحی در نزدیکی شما متفاوت است. بررسی‌های منظم می‌تواند شامل آزمایشات خون، بررسی ضربان قلب جنین و اندازه‌گیری ارتفاع فندال باشد. مهم است که سوالات و احساسات خود را در طول بارداری با دکتر خود در میان بگذارید و سعی کنید تا حد ممکن متوجه سلامت روانی و جسمی خود باشید. من چه چیزی در مورد زایمان یا تولد باید بدانم؟ زایمان معمولاً بین هفته‌های 38 تا 42 بارداری شما اتفاق می‌افتد. اما می‌تواند زودتر یا دیرتر هم رخ بدهد. نزدیک به زمان تولد زنان شروع به احساس انقباض می‌کنند.
این بدان معنی است که رحم شما در حال انقباض و آرامش است. با نزدیک شدن به تولد نوزاد، انقباضات منظمتر و شدیدتر می شوند. انقباضات دهانه رحم را قادر می سازد تا بزرگ و نرم شود و راه را برای تولد نوزاد از طریق کانال مهبل باز می کند. دهانه رحم از 1 تا 10 سانتی متر بزرگ می شود. هنگامی که دهانه رحم به طور کامل باز شد، مادر نیاز به فشار دادن را احساس می کند که به آن رفلکس دفع جنین می گویند. وقتی نوزاد از بدن خارج شد، زایمان با خارج شدن جفت پایان می یابد. این مرحله گاهی اوقات به نام مرحله بعد از زایمان نامیده می شود. بعضی اوقات به خاطر دلایل صحی، به عنوان مثال اگر نوزاد در موقعیت خوبی نباشد، دکتر ممکن است که سزارین را توصیه کند. سزارین یک پروسه صحی است که در آن برشی در شکم و رحم زنان ایجاد می شود تا با عمل جراحی نوزاد را از رحم خارج کنند. زنان معمولاً در طول عمل جراحی چیزی احساس نمی کنند، زیرا از ناحیه کمر به پایین بیهوش می شوند. آیا زایمان از طریق فرج دردناک است؟ این سوال سخت است که پاسخ داده شود، زیرا تجربه هر زن منحصر به فرد است. برخی زنان پاسخ مثبت می دهند و می گویند که انقباضات، فشار دادن و زایمان همه بسیار دردناک است. بسیاری از زنان برای جلوگیری از احساس درد تصمیم می گیرند که اپیدورال را انجام دهند. اپیدورال تزریقی است که از ناحیه ناف شما تا قسمت بالایی پاها بی‌حسی ایجاد می کند. زنان دیگر می گویند که زایمان سخت است، اما این احساس را دردناک توصیف نمی کنند. درد ناشی از انقباضها بلافاصله پس از تولد کودک متوقف می شود. با این حال برخی از زنان دردهای پس از زایمان را تجربه می کنند. این انقباضات که اغلب شبیه به دردهای قاعدگی هستند، به جلوگیری از خونریزی بیش از حد با فشار آوردن روی رگ‌های خونی در رحم کمک می کنند. دردهای پس از زایمان در دوران شیردهی به دلیل انتشار هورمون اکسیتوسین رایج است. این دردها در چند روز اول پس از تولد کودک رخ می دهد و کاملا طبیعی است. اگر شما سوالات بیشتری دارید یا می خواهید با شخصی صحبت کنید، می توانید به سایت laha.org مراجعه کرده و با کلیک بر دکمه یافتن خدمات با یک ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید یا با استفاده از قابلیت جستجو موضوعات بیشتری را کاوش کنید.